حق با کیست؟ ببینید، شکی نیست که پیغمبر اکرم یک دین آورده، قرآن یکیست، حق هم یکیست. یعنی اگر بگوییم هم شیعه به حق است هم سنی به حق، قبول نیست، باطله، چون حق دوتا نمیشه. جناب حجت الاسلام، شما کاملا درست می‌فرمایید. ما بیش از 1000 سال است همین را میگوییم که همه بیاییم به دینی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده و قرآن آن را تأیید کرده و اهل بیت از آن پیروی کرده اند چنگ بزنید و از اختلاف پرهیز نمایید. ولی شما راهی جز شاهراه اصلی اسلام و غیر راه سایر مسلمانان در پیش گرفته اید. مثلا قرآن میگوید ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. و جز الله کسی یا چیزی را مخوان که نه سودی به تو میرساند و نه زیانی، که اگر چنین کنی به راستی از ستمکاران خواهی بود. ولی شما از ندای غیر الله و قبر پرستی دست بردار نیستید، کاری که امامان اهل بیت از آن بیزار بودند. قرآن در مورد عموم اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، به ویژه بزرگان و پیشگامان مهاجرین و انصار رضی الله عنهم و کسانی که با ایشان زیر درخت بیعت کردند می‌فرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله از آنان و آنان از الله راضی و خشنود هستند. اما شما بجز 3 یا 4 نفر بقیه را مرتد دانسته لعن و نفرین می‌کنید. قرآن می‌فرماید هنگام مصیبت صبر پیشه کنید. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون. کسانی که هرگاه مصیبتی به آنان میرسد میگویند انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن الله هستیم و به سوی او باز میگردیم. پیامبر و اهل بیت در وقت مصیبت از زدن به سر و صورت منع کرده اند، ولی شما با زنجیر و قمه به سر و صورت خود میزنید و روایت ساخته اید که هر کس در این راه بمیرد شهید است. پیامبر صلی الله علیه و سلم، علی و زهرا و سایر امامان اهل بیت روی مهر سجده نکردند، در اذان نگفتند اشهد ان علی ولی الله، ولی شما این کارها را انجام می‌دهید. نمازی که بیش از 1 میلیارد مسلمان می‌خوانند همان نمازی است که از زمان رسول الله تا کنون در مسجد الحرام و مسجد النبی برگزار می‌شود که با نماز شما تفاوت دارد. کاش کمی می‌اندیشیدید و رفتار و گفتار و پندار خویش را با قرآن مقایسه می‌نمودید.